پسر جان گفته بودم هرچی مفتی بود بگیر، ولی نه بلیت سینما. آقا جان رفیقم گفت 3 تا ساندویچ هم سر میده که بلیطا رو ازش بگیریم. تو بودی قبول نمی کردی؟ ساندویچ ها رو چرا؟ مگه مخم تاپ داره؟ ولی آخه کی میره سینما فیلمای دوغکی آخوندا رو نگاه کنه پسر؟ راستش منم تا حالا نشده حتی یک بار برم سینما بشینم فیلم ببینم. چرا؟ چون هر وقت میرم چراغا رو خاموش میکنن، بابا میگه پاشید بریم، میخوام بخوابم مزاحمشون نشیم. شوخی کردم بابا. ای که خوبه. من یه بار رفتم سینما، هرچی نشستم فیلم شروع نشد. گفتم آقا فیلمو پخش نمیکنین؟ گفت درست خیلی تاریکه ولی اینجا کافه است داداش. طرف فکر میگرد دوربین مخفیه. چه خبره؟ بچه ها یواشتر مزاحم خواب بقیه نشین. حالا فیلمش اکشن یا درامه؟ هیچ کدام. درسایی از احکامه. تو هم از سینمای آخوندی چه توقعاتی داری ها؟ دیروز تو مجازی یه فیلم هندی دیدم، طرف تناب انداخت هلیکوپتر گرفت. نه بابا جان تو حالا این هیچی، هلیکوپتر میخواست بره این نمیگذاشت. اسی ببین تو اون مجازی اگه فیلم جنایی پلیسی خوب دیدی، از اینایی که بانک میزنن پولدار میشن، ذخیره کن ما هم ببینیم. من لازم دارم تو تخیلاتم یکم باش حال کنم عمو. دیگه این فیلم ها برای ما ایرانی ها مهیج نیست عمو سفتر. چرا؟ آخه تو این فیلم های آمریکایی طرف میره بانک میزنه با یک کیف دستی پر از اسکناس میاد بیرون، میگه اول دیگه پولدار شدم و میتونم تا آخر عمر عشق و حال کنم. ولی تو ایران اگه بری بانک بزنی و با یک کیف دستی پر از اسکناس بیای بیرون، در بهترین حالت میتونی یک پرایز بخری و از فردا بری اسلام کار کنی. میدانستی آقا جون اون موقع که دنبال کار میگشتم چند تا کار سینمایی بهشم پیشنهاد دادن؟ کار سینمایی به تو؟ نه نمیدونستم. من دست کم گرفتید یا به خاطر تیپ و قیافم تا حالا 3 تا پیشنهاد سینمایی بهشم دادن. یکیش مسئول بوفه بود، یکی هم راهنمای صندلی‌ها، یکیش هم نظافت سینما. به نظرتون کدامش قبول بکنم؟ با مدرک لیسانس این پیشنهاد رو بهت دادن؟ آری فکر کردی که چی؟ تو مملکت آخوندی که پخمه تو رأس امور مملکت هستن، همین کاره هم گیر تحصیل کرده ها نمیاد. گل گفتی پسر جان. خودم میدانم.